سلام دوستان، من هیربود ساعتپنا هستم و امروز میخوام درباره یکی دیگه از قسمت‌های آشنایی با بدن انسان براتون توضیح بدم. در این قسمت میخوام درباره بیماری‌های قلبی بگم. خب بریم سر توضیحات. ببینید، سالیانه کلی انسان به خاطر بیماری‌های قلبی از دنیا میرن که البته بیشتر بیماری‌های قلبی هم در زنان هستش. حالا بیماری‌های قلبی به چندین چیز بستگی داره. یکی از اونها پرخوری هستش، اینکه مثلا خیلی انسان بتونه غذای بیشتری خوره و چاقی و اضافه وزن. دو، ورزش نکردن و بی‌تحرکی. همین باعث میشه که ماهیچه‌ها اینقدر نتونن انقباض پیدا کنن و بعد از مدتی هم باعث گرفتگی رکا میشه. و سه، یا مهمترین اونها، یکی از احساساتی که انسان‌ها از موقعی که متولد میشن اونو دارن به نام استرس، ترس. اینها باعث میشن که به قلب فشار شدیدی بیاد. حالا چرا؟ وقتی که شما دچار استرس یا ترس میشین، مغز شما فکر میکنه شما در خطر هستید و برای همین به وسیله پیام عصبی رو به غددهای فوق کلیوی میفرسته تا هورمونی رو به نام هورمون اپینفرین یا آدرنالین ترشح کنن. هورمون آدرنالین وارد ماهیچه‌های بدن میشه و باعث میشه که اونا قدرتمندتر بشن و مثلا یه انسان عادی که اصلا شاید دونده خیلی خوبی هم نباشه، وقتی که به بدنش آدرنالین میرسه شاید بتونه خیلی سریعتر از حالت عادی بدوه. حالا چون قلب هم یک نوع ماهیچه هستش، به قلب میرسه و میتونه به قلب فشار شدیدی رو وارد کنه. همینطور هم مغز قبل از اینکه اصلا آدرنالین به قلب برسه، چطور بگم، ضربان قلب بالا میبره و اینطوری فشار شدیدی برای دریچه‌های قلب و خود قلب میاد و ممکنه سکته قلبی یا اینکه عروق بتونه بیماری‌هایی مثل کوچک بودن عروق میشه. حالا که از بحثمون دور نشیم، بریم سر آشنایی با بیماری‌ها. اولین بیماری که می‌خوایم باهاش آشنا باشیم اسمش تصلب شریان هستش. تصلب شریان وقتی هستش که سفره‌های کورنری خیلی تنگ میشن. حالا سفره‌های کورنری چی هستن؟ سفره‌های کورنری سفره‌هایی هستند که اکسیژن و مواد مغذی رو به قلب میرسونن. وقتی سفره‌های کورنری میتونن خیلی حساس باشن، چون کل سیستم قلب به این سفره‌ها بستگی داره. چون اگر فقط یکم اکسیژن و مواد مغذی به قلب نرسه، ممکنه قلب کلاً بمیره یا از بین بره، سلول‌هاش کلاً بمیرن. برای همین سفره‌های کورنری خیلی مهم هستن. تصلب شریان هم یه نوع بیماری هستش که سفره‌های کورنری تنگ و تنگتر میشن تا یعنی باریک بشن تا اینطوری اکسیژن و مواد مغذی به قلب درصدش کم میشه، که مثلا اکسیژن و مواد مغذی که به قلب میرسه کم میشه درصدش. بعدی آنژین هستش. آنژین وقتی که بیماری‌های مربوط به شریان‌های کورنری یا سفره‌های کورنری خیلی پیشرفت میکنه، تبدیل به آنژین میشه. یک نوع آنژین که اینجا میخوام توضیحش بدم آنژین پرینزمتال هستش یا آنژین نوع سوم که مایرون پرینزمتال اونو در سال 1959 میلادی کشف کرده. آنژین پرینزمتال اصلا چه دو بیماریه، چه برای سر قلب میاد. این آنژین پرینزمتال یهو مثلا سفره‌های کورنری اسپاسم میشن یا به زبان ساده یهو سفره‌های کورنری بسته میشن و اکسیژن و مواد مغذی به قلب قطع میشه. یه نوع دیگه هم آنژین داریم که به نام آنژین ناپایدار که اسمش روی خودشه دیگه، ناپایدار یعنی غیر قابل کنترل. این آنژین هم فقط میتونه اونم روی سفره‌های کورنری تاثیر میذاره و اینقدر تنگش میکنه که کلا مسدود بشه این سفره‌های کورنری. میتونیم بگیم پیشرفته شده. وقتی که تصلب شریان پیشرفته میشه، تبدیل به آنژین ناپایدار میشه. حالا علائم آنژین چی هستن؟ علائم آنژین خیلی نمیتونه تشخیص باشه. مثلا یکیش اینه که درد شدید در قفسه سینه، اونم نه مثلا توی عمق قفسه سینه، دور و بر قفسه سینه. اما نمیتونیم بگیم هر درد قفسه سینه مربوط به آنژینه. اما اگر درد قفسه سینه مثلا بعد از 10 دقیقه قطع شد، مثلا میتونیم بگیم که میتونه یه نوع آنژین باشه. البته اینم 100% نیست، باید مورد تایید پزشک قرار بگیره. حالا که با آنژین هم آشنا شدیم، بریم سر آشنایی با یکی از اتفاقها یا بیماری‌هایی که برای بیماری به حساب نمیاد، یکی از وحشتناکترین بلاهایی که سر قلب میاد به نام حمله قلبی.
حمله قلبی بیشتر در افراد مثلا میان بزرگسال که نزدیک به سن پیری هستن، مثلا حدود 60 تا 80 سال، اما قبل از سن پیری هم هست، مثلا انسان هایی که خیلی به خودشون استرس میدن. حتی در کودکان هم حمله قلبی یا سکته قلبی وجود داره، اما خیلی کم. خب بریم از بحثمون جدا نشیم. علائم حمله قلبی اینا هستن: تهوع، تنگی نفس، بعدش رنگ پریدگی، چسبندگی پوست، بعدم درد قفسه سینه، همینا هستش. بعد اصلا حمله قلبی چی هستش؟ در اصطلاحات پزشکی به حمله قلبی میگن انفارکتوس هاد میوکارد، اما در اصطلاحاتی که به زبان ساده میشه حمله قلبی. حمله قلبی وقتی اتفاق میفته که سرخرگ‌های کرونری از سرخرگ‌های کرونری بسته میشن و اکسیژن و مواد مغذی به قلب نمیرسه و به خاطر همین چون قلب ماهیچه بسیار حساسی داره سلولاش میمیرن. اگر کلا از بین بره میتونه کل قلب از بمیره، اما زمان بره. حمله قلبی مثلا میتونیم الان به حمله قلبی قابل پیش بینی هستن. وقتی که حمله قلبی دارید، اگر به موقع شما رو به بیمارستان برسونن، شاید بتونن بخشی از این قلبتون رو نجات بدن. وقتی که حمله قلبی داشتید، از هر کاری که میکنید دست بکشید و دراز بکشید و با فوریت‌های پزشکی زنگ بزنید. اما یه نکته مهم، وقتی که با فوریت‌های پزشکی زنگ میزنید نباید موبایل رو قطع کنید، چون امکان داره از هوش برید و هوشیارتون رو از دست بدین. اینطوری اونا نمیتونن آدرس خونتون رو پیدا کنن. خب حالا فهمیدیم که حمله قلبی چی هستش و راهکارهایی برای اینکه دوچار به این هر کدوم از این بیماری ها نشیم. یک، ورزش کردن. نمیگم که مثلا ورزش سنگین، ورزشی که برای سلامتی باشه، کنترل احساسات، مثلا استرس کمی داشته باشیم و اینکه فست فود و همچین چیزهایی رو نخوریم. خب ما در این قسمت با بیماری های قلبی آشنا شدیم. تا درودی دیگر، بدرود.